اکثر آدم‌ها به خصوص کسانی که شاغل هستند با مشکل صبح زود بیدار شدن درگیرند و صبح با انرژی پایینی بیدار میشند و در طول روز احساس کسلی و خواب‌آلودگی دارند. حتما براتون سوال شده که چرا باید صبح‌ها بیدار بشیم؟ دانشمندان ثابت کردند که آدم‌های معمولی دیر می‌خوابند و دیر بیدار میشند و هیچ هدف و برنامه‌ای برای زندگیشون ندارند و شانس موفقیت اونها بسیار کم هستش. صبح‌ها سطح انرژی و فرکانس بسیار بالا هستش و باید از این فرصت استفاده کنید برای جذب خواسته هاتون و داشتن آرامش در طول روز. 99% از تمام آدم‌های موفق در سرتاسر جهان صبح زود بیدار میشند. یک نظریه ثابت شده هست که میخوایم بررسیش بکنیم. گفتند در بعد زمانی ساعت 4 تا 5 خطر سکته قلبی بسیار بالا هستش و تایم دیدن کابوس ها هم در همین بعد زمانی هست. آخرین مورد که برای بیشتر خانم ها بسیار مهم هست داشتن اندام خوب و شکم تخته که اون هم به صبح زود بیدار شدن مربوطه. در صبح عملکرد چربی سوزی بسیار بالاست و بهترین تایم برای ورزش کردن و چربی سوزیه. حالا بدن ما واقعاً به چه مقدار خواب نیاز داره؟ میزان خواب برای هر شخصی متفاوته. بدن شما ممکن است با 7 ساعت خواب شبانه در بهترین وضعیت قرار گیرد، در حالی که در شخص دیگر ممکن است با 4 ساعت خواب باشد. ولی خواب طولانی مدت با افسردگی مرتبط است. چگونه میتوان کمتر خوابید و با انرژی بیشتری بیدار شد؟ معمولاً نیاز ما به خواب به همان اندازه‌ای است که باور داریم. دانشمندان بر این باورند که ساعت خواب ربطی به با کیفیت بودن خواب ندارد، بلکه به این بستگی دارد که به خودمان گفته باشیم وقتی فردا صبح زود بیدار شوم مطمئناً خوابم میآید، چون بر این باورم که بدنم به خواب بیشتری نیاز دارد. ولی اگر برعکس این حرف رو بزنید و به خودتون بگویید من با 5 ساعت خواب به راحتی میتوانم بیدار شوم، همونطور خواهد شد. و این کلمه تأکیدی رو در موقع خواب با خودتون تکرار کنید. این مدت زمان خواب برای من کافی است و من صبح با انرژی زیاد از خواب بیدار خواهم شد. در گذشته کی با هیجان از خواب بیدار شده اید؟ شاید زمانی بوده که صبح بیدار شدید برای رفتن به مسافرتی که ماه‌ها برنامه‌ریزی کردید. شایدم اولین روز عید بوده. اون رو به یاد بیارید و صبح‌ها با همون حس خوب اونها بیدار بشید. نویسنده کتاب صبح جادویی هال الرود یک جمله زیبا گفته بودند: من آن صبحی را دوست دارم که دیگران دیرتر بیدار میشند. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. توی کامنت ها به هم بگید ویدیو بعدی راجع به چه چیزی باشه. ممنون ازتون. خدا نگهدار.